اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. و هر کس از شما برای خدا و پیامبرش خضوع کند و عمل صالح انجام دهد، پاداش او را دوبار به او خواهیم داد و روزی ارزشمندی برای او آماده کرده ایم. یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ای زنان پیامبر، شما مانند هیچ یک از زنان عادی دیگر نیستید. اگر پرهیزگاری کنید پس در سخن گفتن نرمی نکنید که آنگاه کسی که در دلش بیماری است طمع کند و سخن شایسته بگویید. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. و در خانه های خود بمانید و به شیوه جاهلیت نخستین زینت های خود را آشکار نکنید و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و خدا و پیامبرش را اطاعت کنید. خداوند قطعا می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و چنان که باید شما را پاک سازد. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. و آنچه را در خانه هایتان از آیات خداوند و حکمت خوانده می شود یاد کنید، بیگمان خداوند باریک بین آگاه است. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. همانا مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان مؤمن و زنان مؤمن، مردان فرمانبردار و زنان فرمانبردار، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر و زنان صابر، مردان باخشوع و زنان باخشوع، مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده، مردان روزدار و زنان روزدار، مردانی که شرمگاه خود را حفظ می کنند و زنانی که شرمگاه خود را حفظ می کنند،
و مردانی که خدا را بسیار یاد می کنند و زنانی که خدا را بسیار یاد می کنند، خداوند برای همه آنان آمرزش و پاداش عظیمی آماده کرده است. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. برای هیچ مرد و زن مؤمنی شایسته نیست که وقتی الله و رسولش به کاری فرمان میدهند در برابر آن فرمان اختیاری برای خیش قائل باشد و هر که از الله و رسولش نافرمانی کند در گمراهی آشکاری گرفتار شده است. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. به یاد آور زمانی را که به زید ابن حارثه، کسی که الله به او نعمت اسلام داده بود و تو نعمت آزادی بخشیده بودی، به نصیحت می گفتی همسرت را نگاه دار و از الله پروا کن. تو در دل خود مطلبی را در مورد ازدواج با زینب پس از طلاقش پنهان می داشتی که الله آن را آشکار نمود و از سرزنش مردم می ترسیدی، حالان که الله سزاوارتر است که از او بترسی. پس هنگامی که زید نیاز خود را از وی به پایان برد و طلاقش داد، او را به ازدواج تو درآوردیم تا رسم جاهلی را براندازیم و هیچ گناهی نباشد که مؤمنان با زنان پسرخوانده هایشان که از آنان کام گرفتند و طلاقشان داده اند ازدواج کنند و فرمان الله همواره انجام میپذیرد. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. پیامبر در انجام آنچه الله برایش حلال نموده هیچ گناهی مرتکب نشده است. این کار سنت الهی است و درباره پیامبرانی که پیشتر بوده اند نیز صدق می کند و فرمان الله همواره سنجیده و دقیق است. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. همان پیامبرانی که پیامهای الهی را به مردم ابلاغ می کنند و تنها از او می ترسند و از هیچ کس جز او ترسی ندارند و الله برای محاسبه اعمالشان کافی است. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد پدر هیچ یک از مردان شما از جمله زید نیست، بلکه رسول الله و خاتم پیامبران است و بدانید که الله همواره از هر چیزی آگاه است.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ای کسانی که ایمان آورده اید الله را بسیار یاد کنید. وسبحوه بكرة وأصيلا. و به پاکی بستایید. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. اوست که بر شما درود میفرستد و فرشتگانش نیز دعایتان میکنند تا شما را از تاریکی ها به سوی نور بیرون ببرد و الله نسبت به مؤمنان همواره مهربان است. تحیتهم یوم یلقونه سلام واعد لهم اجرا کریما. تحیت آنان در روزی که با او دیدار می کنند سلام است و برای آنها پاداش ارزشمندی آماده کرده است. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. ای پیامبر، ما تو را گواه و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم. و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. و دعوت کننده به سوی خداوند به فرمان او و چراغی روشنی بخش قرار دادیم. و بشر المؤمنین بأن لهم من الله فضلا کبیرا. و مؤمنان را بشارت ده که برای آنها از سوی خداوند فضل بزرگی است. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. و از کافران و منافقان اطاعت مکن و آزارشان را واگذار و به آنان اعتنایی نکن و بر خدا توکل کن و خداوند به عنوان کارساز و مدافع بسنده است. یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که با زنان با ایمان ازدواج کردید، آنگاه پیش از آن که با آنها هم بستری کنید طلاقشان دادید، پس عده‌ای برای شما بر آنها نیست که شما آن را بشمارید. لذا آنها را با هدیه مناسب بهره‌مند سازید و به نیکوترین وجه رهایشان کنید. یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحیما. ای پیامبر، ما همسرانت را که مهرشان را پرداخته ای برای تو حلال کردیم و نیز کنیزانی را که خدا به تو ارزانی داشته است و دختران عمویت و دختران عمه‌هایت و دختران داییت و دختران خاله‌هایت که با تو هجرت کرده اند، ازدواج با آنها برای تو حلال کرده ایم و نیز زن مؤمنی را که اگر خود را به پیامبر ببخشد، اگر پیامبر بخواهد او را به زنی گیرد. این حکم ویژه توست نه دیگر مؤمنان. به راستی که ما می‌دانیم آنچه را که بر آنها درباره همسرانشان و کنیزانشان واجب کرده ایم تا بر تو هیچ حرجی نباشد و خداوند آمرزنده مهربان است. ترجی من تشاء منهن وتؤوی إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. نوبت هر یک از همسرانت را که بخواهی می توانی به تأخیر اندازی و هر کدام را بخواهی می توانی نزد خود جای دهی و اگر هر یک از آنان را که نوبتش به تأخیر افتاده جویا شوی و بخواهی او را نزد خود جای دهی هیچ گناهی بر تو نیست. این رفتار مناسب تر است به اینکه چشمشان روشن شود و اندوهگین نباشند و همگی از زمانی که عادلانه به آنان اختصاص می‌دهی خشنود گردند و الله می‌داند که شما مردان درباره محبت بیشتر به برخی زنانتان چه در دل دارید و الله دانای بردبار است. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. از این پس دیگر ازدواج با هیچ زنی برای تو حلال نیست و نباید برخی از همسرانت را طلاق دهی تا همسر دیگری به جایش برگزینی، حتی اگر زیبایی آنان مورد میل و پسندت باشد، به استثنای کسانی که به صورت کنیز در اختیار تو هستند و الله همواره بر هر چیزی مراقب است. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم
وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظیما. ای کسانی که ایمان آورده اید، به خانه های پیامبر داخل نشوید مگر آنکه برای صرف غذا دعوت شده باشید، بی آنکه با ورود پیش از موعد در انتظار فرارسیدن وقت غذا بنشینید، بلکه هنگامی که شما را فراخواندند وارد شوید و پس از صرف غذا پراکنده شوید و سرگرم بحث و گفتگو نشوید. بیگمان این رفتار پیامبر را می آزارد و او از ابراز این موضوع در برابر شما شرم دارد، ولی الله از بیان حق شرم ندارد. همچنین هنگامی که از همسران پیامبر درخواستی دارید، از پشت پرده از آنان بخواهید و پرده را بالا نزنید و یا یک سره وارد خانه نشوید. این کار برای دلهای شما و ایشان پاکتر است، نیز سزاوار نیست که رسول الله را بیازارید و هرگز پس از پیامبر با همسرانش ازدواج نکنید. این کار در پیشگاه الله گناهی بزرگ است. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. اگر چیزی را آشکار کنید یا پنهان دارید، بدانید که الله از هر چیزی آگاه است. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. بر آنان گناهی نیست که در حضور پدرانشان و پسرانشان و برادرانشان و پسران برادرانشان و پسران خواهرانشان و زنان همدینشان و بردگانشان بدون حجاب باشند. و ای زنان، از خدا بترسید، قطعا خداوند بر همه چیز گواه است. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بیگمان خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید، بر او درود فرستید و سلام بگویید، سلامی نیکو. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهینا. همانا کسانی که خدا و پیامبرش را آزار می‌دهند، خداوند آنها را در دنیا و آخرت لعنت کرده و برای آنها عذاب خار کننده ای آماده کرده است. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. و کسانی که مردان مؤمن و زنان مؤمن را بی هیچ گناهی که مرتکب شده باشند آزار می‌دهند، به راستی بار بهتان و گناه آشکاری را به دوش کشیده اند.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحیما. ای پیامبر، به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو چادرهای خود را بر خویش فرو افکنند و با آن سر و صورت و سینه هایشان را بپوشانند. این مناسب تر است تا شناخته شوند، پس مورد آزار قرار نگیرند و خداوند آمرزنده مهربان است. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. اگر منافقان و کسانی که در دلهایشان بیماری است و شایع پراکنان در مدینه از کار خود باز نایستند، یقینا تو را بر ضد آنها میشورانیم و بر آنها مسلط میگردانیم، سپس جز اندکی در کنار تو در آن نباشند. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. طرد شدگانند، هر کجا یافت شوند گرفته خواهند شد و به سختی کشته خواهند شد. سنت الله فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این سنت خداوند است درباره کسانی که پیش از این گذشتند و هرگز برای سنت خدا دگرگونی نخواهی یافت. یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قریبا. ای پیامبر، مردم تو را از زمان قیامت میپرسند. بگو علم آن تنها نزد الله است و تو چه میدانی شاید که قیامت نزدیک باشد. ان الله لعن الكافرین و اعد لهم سعیرا. بی تردید خداوند کافران را لعنت کرده و برای آنها آتش سوزان آماده کرده است. خالدین فیها ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا. که جاودانه در آن خواهند ماند، هیچ دوست و یاوری نخواهند یافت. یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا. روزی که صورتهایشان در آتش جهنم گردانیده شود پشیمان میشوند و میگویند ای کاش خدا را اطاعت کرده بودیم و رسول خدا را اطاعت کرده بودیم. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. و گفتند پروردگارا، ما از سروران و بزرگان خود اطاعت کردیم، پس ما را از راه به در بردند و گمراه کردند. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. پروردگارا، آنها را از عذاب دوچندان ده و آنها را به لعنتی بزرگ و سخت لعنت فرما.
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجیها. ای کسانی که ایمان آورده اید، مانند کسانی نباشید که موسی را آزار دادند. آنگاه خداوند او را از آنچه در حق او گفته بودند مبرا ساخت و او نزد خداوند آبرومند و صاحب منزلت بود. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا بترسید و سخن درست و حق بگویید. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تا خداوند کارهایتان را برایتان اصلاح کند و گناهانتان را بیامرزد و هر کس که از خدا و پیامبرش اطاعت کند یقیناً به کامیابی عظیمی نائل شده است. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. همانا ما امانت خیش را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشتیم، پس آنها از تحمل آن سرباز زدند و از آن ترسیدند و انسان آن را بر دوش گرفت که او بسیار ستمکار نادان است. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. تا سرانجام خداوند مردان منافق و زنان منافق و مردان مشرک و زنان مشرک را عذاب کند و خداوند توبه مردان مؤمن و زنان مؤمن را بپذیرد و از گناهانشان درگذرد و خداوند آمرزنده مهربان است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. حمد و ستایش مخصوص خدایی است که آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست و ستایش در سرای آخرت نیز از آن اوست و او حکیم آگاه است. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. آنچه را که در زمین فرو می رود و آنچه را که از آن بیرون می آید و آنچه را که از آسمان نازل می شود و آنچه را که در آن بالا می رود می داند و او مهربان آمرزنده است. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. و کسانی که کافر شدند گفتند قیامت به سراغ ما نخواهد آمد. ای پیامبر بگو آری، به پروردگارم آن دانای غیب سوگند که حتما به سراغ شما خواهد آمد
به اندازه ذره‌ای در آسمان ها و در زمین از او پنهان نیست و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر، مگر اینکه در کتابی آشکار ثبت است. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرة ورزق کریم، تا کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند پاداش دهد، آنان برایشان مغفرت و روزی ارزشمندی است. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز الیم، و کسانی که مبارزه کنان در انکار آیات ما تلاش کردند و گمان کردند که ما را به سطوح می آورند، برای آنان عذابی از کیفر دردناک خواهد بود. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. و کسانی که به ایشان علم داده شده است می‌دانند آنچه را که از سوی پروردگارت بر تو نازل شده حق است و به راه خداوند پیروزمند ستوده هدایت می‌کند. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. و کسانی که کافر شدند گفتند آیا مردی به شما نشان دهیم که به شما خبر می‌دهد هنگامی که مردید و کاملا متلاشی و پراکنده شدید، همانا شما بار دیگر در آفرینش تازه‌ای خواهید بود. افترا علی الله کذبا ان به جنة بل الذین لا یؤمنون بالآخرة فی العذاب والضلال البعید. آیا بر خدا دروغ بسته یا به او دیوانگی است؟ چنین نیست، بلکه کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند در عذاب و گمراهی دور و درازی هستند. افلم يروا الى ما بين ایدیهم وما خلفهم من السماء والارض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. آیا به آنچه پیش روی و آنچه پشت سر آنان از آسمان و زمین است نگاه نکرده اند؟ اگر بخواهیم آنها را در زمین فرو میبریم یا تکه ای از آسمان را بر سر آنان می افکنیم، بیگمان در این نشانه ای برای هر بنده بازگشت کننده است. ولقد آتینا داود منا فضلا یا جبال اوبی معه والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. و به راستی ما به داوود از سوی خود فضیلتی بزرگ دادیم. گفتیم ای کوه ها و ای پرندگان، با او در تسبیح گفتن هم آواز شوید و آهن را برای او نرم کردیم. ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. و به او دستور دادیم که زره‌های بلند و فراخ بساز و در بافتن حلقه ها اندازه نگهدار و کار شایسته انجام دهید، همانا من به آنچه انجام می دهید بینا هستم. ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر
وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعیر. و برای سلیمان باد را مسخر ساختیم که صبحگاهان مسیر 1 ماه را طی می کرد و شامگاهان مسیر 1 ماه را، و چشمه مس مذاب را برایش روان ساختیم و از جن کسانی را مسخر کردیم که به فرمان پروردگارش در پیش او کار می کردند و هر که از آنان که از فرمان ما سرپیچی می کرد او را از عذاب آتش سوزان می چشاندیم. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. سلیمان هرچه می‌خواست جنها برایش می‌ساختند از قبیل معبدها و تمثالها و کاسه هایی همچون حوضها و دیگ‌های ثابت که از بزرگی قابل حمل و نقل نبود و به آنها گفتیم ای آل داوود سپاس این همه نعمت را به جا آورید و اندکی از بندگان من سپاس گزارند. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. پس چون مرگ را بر او مقرر داشتیم کسی آنها را از مرگش آگاه نساخت مگر جنبنده زمین که عصایش را می‌خورد. پس چون بر زمین افتاد جنیان دریافتند که اگر غیب می‌دانستند در آن عذاب خار کننده نمی‌ماندند. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. همانا برای قوم سبا در مساکنشان نشانه ای بود 2 باغ بزرگ از راست و چپ و به آنها گفتیم از روزی پروردگارتان بخورید و برای او شکر گزارید. شهریست پاکیزه و پروردگاری آمرزنده. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قلیل. پس آنها روی گرداندند آنگاه سیلی ویرانگر را بر آنها فرستادیم و 2 باغ پرمیوه‌شان را به 2 باغ بی ارزش با میوه‌های تلخ و درختان شور گز و اندکی از درخت کنار مبدل ساختیم. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. این کیفر را به خاطر آنکه ناسپاسی کردند به آنها دادیم و آیا جز ناسپاسان را مجازات می کنیم؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. و میان آنها و قریه هایی که برکت داده بودیم
قریه‌هایی آباد و به هم پیوسته بر سر راه قرار دادیم و در میان آنها آمد و شد مقرر داشتیم و به آنها گفتیم در این آبادی ها با امن و امان شبها و روزها سفر کنید. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. پس گفتند پروردگارا میان سفرهای ما دوری بیفکن و بر خویشتن ستم کردند، پس ما آنها را داستانهایی برای عبرت دیگران قرار دادیم و آنان را سخت پراکنده ساختیم. بیگمان در این ماجرا برای هر صبر کننده سپاسگزاری نشانه‌هایی است. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. و یقینا ابلیس گمان خود را درباره آنها درست یافت، پس همگی از او پیروی کردند جز گروه اندک از مؤمنان. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. و او را بر آنان هیچ سلطه‌ای نبود مگر این که خواستیم معلوم بداریم کسی را که به آخرت ایمان می‌آورد از کسی که او از آن در شک و تردید است، و پروردگار تو بر همه چیز نگاهبان است. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ای پیامبر بگو کسانی را که غیر از خدا معبود خود میپندارید به فریاد بخوانید، آنها هم وزن ذره‌ای در آسمانها و در زمین مالک نیستند و در آفرینش و تدبیر آن دو هیچ شرکتی ندارند و او از میان آنها یاور و پشتیبانی ندارد. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. و شفاعت نزد او سود نبخشد مگر برای کسی که او خود برایش اجازت داده باشد، تا زمانی که اضطراب و نگرانی از دلهایشان برطرف شود. گویند پروردگارتان چه گفت؟ گویند حق را فرمود و او بلند مرتبه بزرگ است. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ای پیامبر به مشرکان بگو چه کسی شما را از آسمانها و زمین روزی میدهد؟ در پاسخ بگو الله و ما یا شما بر طریق هدایت یا در گمراهی آشکار هستیم. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. بگو شما از گناهی که ما مرتکب شده ایم بازخواست نمی شوید و ما نیز از آنچه شما انجام می دهید بازخواست نمی شویم.
قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. بگو پروردگار ما همه ما و شما را گرد می آورد، سپس در میان ما به حق داوری می کند و او داور داناست. قل اروني الذين الحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. بگو کسانی را که به عنوان شریک به او ملحق ساخته اید به من نشان دهید. هرگز چنین نیست، بلکه او خداوند پیروزمند و حکیم است. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. و ای پیامبر، ما تو را برای همه مردم جز بشارت دهنده و بیم دهنده نفرستادیم، ولیکن بیشتر مردم نمیدانند. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. و میگویند اگر راست گویید این وعده قیامت کی خواهد بود؟ قل لكم میعاد یوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. بگو میعاد شما روزی خواهد بود که نه ساعتی از آن تأخیر می کنید و نه بر آن پیشی می گیرید. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. و کسانی که کافر شدند گفتند ما هرگز به این قرآن ایمان نمی آوریم و نه به آن که پیش از آن بوده. ای پیامبر، اگر ببینی در روز قیامت هنگامی که ستمکاران در پیشگاه پروردگارشان برای حساب رسی نگه داشته شده اند، از حال آنها به شگفت می آیی. برخی از آنها سخن برخی دیگر را پاسخ می دهند و هر کدام گناه خود را به گردن دیگری می اندازد. کسانی که به استضعاف کشیده شده اند به کسانی که استکبار و سرکشی نمودند گویند اگر شما نبودید ما قطعا مؤمن بودیم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. کسانی که سرکشی و تکبر کردند به کسانی که به استضعاف کشیده شده اند گویند آیا ما شما را از هدایت باز داشتیم بعد از آن که به سراغ شما آمد؟ هرگز، بلکه شما خود مجرم بودید. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. و مستضعفان به مستکبران گویند
بلکه مکر و حیله شب و روز شما سبب شد که از هدایت بازمانیم، هنگامی که به ما دستور می‌دادید که به خدا کافر شویم و برای او همتایانی قرار دهیم، و هنگامی که عذاب الهی را ببینند پشیمانی خود را در دل پنهان دارند. و ما قلها در گردنهای کسانی که کافر شدند بگذاریم، آیا جز آنچه عمل می کردند به آنها جزا داده می شود؟ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. ما در هیچ قریه ای هشدار دهنده ای نفرستادیم مگر اینکه متنعمان آنها که مست ناز و نعمت و قدرت بودند گفتند بی تردید ما به آنچه فرستاده شده اید کافریم. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. و گفتند اموال و اولاد ما از شما بیشتر است و این دلیل آن است که خدا از ما خوشنود است و ما هرگز مجازات نخواهیم شد. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ای پیامبر بگو بیگمان پروردگارم روزی را برای هر کس که بخواهد فراخ و یا تنگ می کند و این نشانه محبت و رضایت خداوند نیست، ولیکن بیشتر مردم نمی دانند. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. و اموالتان و اولادتان چیزی نیستند که شما را نزد ما نزدیک و مقرب سازند جز کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دهند، پس اینان پاداش مضاعف در برابر کارهایی که انجام داده اند دارند و آنها در غرفه های بلند بهشتی در امن و امان هستند. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. و کسانی که مبارزه کنان در انکار آیات ما تلاش کردند و گمان کردند که ما را به سطوح می آورند، اینان در عذاب احضار می شوند. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ای پیامبر بگو بیگمان پروردگارم روزی را برای هر کس که بخواهد فراخ می‌گرداند و یا برای او تنگ می‌سازد و هر چیزی را در راه خدا انفاق کنید پس او عوض آن را می‌دهد و او بهترین روزی دهندگان است. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون.
و به یاد آور روزی را که خداوند همه آنان را برمی انگیزد. سپس به فرشتگان می گوید آیا اینها شما را پرستش می کردند؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فرشتگان گویند تو منزهی، تنها تو ولی و کارساز ما هستی نه آنها. آنان هرگز ما را پرستش نمی کردند بلکه جن و شیاطین را پرستش می کردند، بیشترشان به آنها ایمان داشتند. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. پس امروز برخی از شما برای برخی دیگر مالک هیچ سود و زیانی نیست و به کسانی که ستم کردند میگوییم بچشید عذاب آتشی را که آن را تکذیب میکردید. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. و هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده شود گویند این محمد جز مردی نیست که می‌خواهد شما را از آنچه نیاکانتان می‌پرستیدند باز دارد. و گویند این قرآن جز دروغ بزرگی که به هم بافته شده نیست. و کسانی که کافر شدند هنگامی که حق به سراغ آنها آمد درباره آن گفتند این قرآن جز سحری آشکار نیست. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ. و ما پیش از این چیزی از کتاب‌های آسمانی را به آنها نداده ایم که آن را بخوانند و بر اساس آن تو را تکذیب کنند و پیش از تو هیچ هشدار دهنده‌ای به سوی آنها نفرستادیم. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. و کسانی که پیش از آنها بودند نیز پیامبران ما را تکذیب کردند در حالی که اینها به 1/10 آنچه به آنها داده بودیم نرسیده اند. آنگاه آنها پیامبران مرا تکذیب کردند، بنگر مجازات من چگونه بود. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شدید. ای پیامبر بگو همانا من شما را به یک خصلت اندرز می دهم که 2 نفر یا 1 نفر برای خدا برخیزید، سپس بیندیشید که این همنشین شما هیچ گونه دیوانگی ندارد
او برای شما جز هشدار دهنده‌ای پیشا پیش عذاب شدید نیست. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهید. ای پیامبر بگو هر مزدی که از شما خواستم پس آن برای خود شما باد. پاداش من تنها بر عهده خداوند است و او بر همه چیز گواه است. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغیوب. ای پیامبر بگو بیگمان پروردگارم حق را بر قلب پیامبران خود می افکند، آن پروردگاری که دانای غیب هاست. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ای پیامبر بگو حق آمد و معبودان باطل نه آفرینش را آغاز می کند و نه دوباره باز می گرداند. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قریب. ای پیامبر بگو اگر من گمراه شوم تنها بر زیان خودم گمراه می شوم و اگر هدایت یابم پس به خاطر آن چیزی است که پروردگارم به من وحی می کند. یقینا او شنوای نزدیک است. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قریب. و ای پیامبر اگر ببینی هنگامی که مضطرب و نگران شوند آنگاه رهایی از عذاب نباشد و از جای نزدیکی گرفته شوند تعجب خواهی کرد. وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعید. و در آن حال گویند به آن قرآن ایمان آوردیم ولی چگونه می توانند از فاصله دور به آن دست یابند. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغیب من مكان بعید. در حالی که آنها پیش از این در دنیا به آن کافر شدند و از جای دور نادیده و بدون آگاهی تیری می افکندند. وحیل بینهم و بین ما یشتهون کما فعل بأشیاعهم من قبل انهم كانوا فی شک مریب. و میان آنها و آنچه می‌خواستند جدایی افکنده شد، همان گونه که از پیش با امثال آنها انجام شد. بیگمان آنها سخت در شک و تردید بودند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. حمد و ستایش مخصوص خداوند است، آفریننده آسمان ها و زمین، کسی که فرشتگان را رسولانی قرار داد، دارای بالهای دوگانه و سگانه و چهارگانه، هرچه بخواهد در آفرینش می افزاید. بیگمان خداوند بر هر چیزی تواناست. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها
وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. هر رحمتی را که خدا برای مردم بگشاید کسی نمیتواند که بازش دارد و آنچه را باز دارد کسی جز او نمیتواند آن را روان سازد و او پیروزمند و حکیم است. یا ایها الناس اذكروا نعمت الله علیکم هل من خالق غیر الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. ای مردم، نعمت خدا را بر خود به یاد آورید. آیا آفریننده ای جز الله هست که شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟ هیچ معبودی جز او نیست، پس چگونه از حق منحرف می شوید؟ و این یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک و الی الله ترجع الامور. و اگر تو را تکذیب کنند غمگین نباش، همانا پیامبران پیش از تو نیز تکذیب شدند و همه کارها به سوی خدا بازگردانده می شود. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ای مردم، یقینا وعده خدا حق است، پس زندگی دنیا شما را نفریبد و شیطان فریبکار شما را نسبت به خدا نفریبد. این الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. مسلما شیطان دشمن شماست، پس او را دشمن گیرید. او فقط از پیروانش دعوت می کند تا همه از اهل آتش سوزان جهنم باشند. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. کسانی که کافر شدند برای آنان عذابی سخت است و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند برایشان آمرزش و پاداش بزرگی است. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. آیا کسی که کردار بدش برای او آراسته شده پس آن را نیک و زیبا می بیند همانند کسی است که چنین نیست؟ پس بیگمان خداوند هر کس را که بخواهد گمراه می سازد و هر کس را که بخواهد هدایت می کند. پس نباید که جانت به خاطر شدت تأسف و حسرت بر آنان از بین برود. بیشک خداوند به آنچه انجام می دهند داناست. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. و الله کسی است که بادها را فرستاد
آنگاه آن بادها ابرها را برمی انگیزد. پس آن ابرها را به سوی سرزمین مرده راندیم. آنگاه به وسیله آن زمین را بعد از مردنش زنده کردیم. برانگیختن مردگان از گورها نیز چنین است. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. کسی که خواهان عزت است پس بداند که عزت همگی از آن خداست. سخن پاکیزه به سوی او بالا می رود و خداوند عمل صالح را بالا می برد. و کسانی که نقش و نیرنگ های بد می کشند برای آنها عذاب سختی است و نیرنگ و نقشه های بد آنها نابود می شود. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. و خداوند شما را از خاک سپس از نطفه آفرید. آنگاه شما را جفت‌های یکدیگر قرار داد و هیچ ماده‌ای باردار نمی شود و نمی زاید مگر به علم او و هیچ سال خرده‌ای عمر طولانی نمی کند و یا از عمرش کاسته نمی شود مگر آنکه در کتاب لوح محفوظ ثبت است. بیگمان این کارها بر خدا آسان است. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. و آن دو دریا یکسان نیستند. این یکی آب شیرین و گواراست که نوشیدنش خوشگوار است و آن یکی شور و تلخ است و از هر دو گوشتی تازه می‌خورید و از آنها چیزهایی زینتی بیرون می آورید که می پوشید و کشتی را در آن دریا می بینی که آبها را می شکافد و به سوی مقصد خیش پیش می رود تا از فضل خدا روزی بجویید و شاید که سپاس گذارید. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس والقمر كل یجری لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر. او شب را در روز داخل می کند و روز را در شب داخل می گرداند و خورشید و ماه را مسخر کرده که هر یک تا زمانی معین در حرکت است. این است الله پروردگار شما. فرمان روایی از آن اوست و کسانی را که به جای او می‌خوانید هم وزن پوست نازک هسته خرما مالک نیستند.
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبیر. اگر آنها را بخوانید صدای خواندن شما را نمیشنوند و به فرض اگر بشنوند به شما پاسخ نمیگویند و روز قیامت شرک شما را انکار میکنند و هیچ کس مانند خداوند آگاه خبردارت نمی کند. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. ای مردم، شما همگی به خدا نیازمندید و تنها خداوند است که بی نیاز ستوده است. این یشأ یذهبکم و یأتی بخلق جدید. اگر بخواهد شما را از بین میبرد و آفرینش تازه ای می آورد. و ما ذلک علی الله بعزیز. و این کار بر خداوند دشوار نیست. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. و هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد و اگر شخص گرانباری دیگری را برای حمل بار گناه خود بخواند چیزی از آن بار برداشته نمی شود هرچند خویشاوند نزدیک او باشد. تو ای پیامبر تنها کسانی را هشدار می‌دهی که از پروردگارشان در پنهانی می‌ترسند و نماز را برپا می‌دارند و هر کس پاک گردد و تقوا پیشه کند پس بداند که تنها به سود خویش پاک شده است و بازگشت همه به سوی خداست. وما يستوي الأعمى والبصير. و نابینا و بینا هرگز برابر نیستند. ولا الظلمات ولا النور. و نه تاریکی ها و نور. ولا الظل ولا الحرور. و نه سایه و باد سوزان. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. و هرگز زندگان و مردگان یکسان نیستند. بیگمان خداوند هر کس را بخواهد میشنواند و تو ای پیامبر نمیتوانی سخنت را به درگور خفتگان بشنوانی. این انت الا نذیر. تو جز هشدار دهنده ای نیستی. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. یقینا ما تو را به حق بشارت دهنده و هشدار دهنده فرستادیم و هیچ امتی نیست مگر آنکه در میان آن هشدار دهنده ای آمده و گذشته است. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ
بالبينات جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنیر. و اگر تو را تکذیب کنند چیز تازه‌ای نیست. همانا کسانی که پیش از آنان بودند نیز پیامبران خود را تکذیب کردند. پیامبرانشان با دلایل روشن و نوشته‌ها و کتاب روشنگر به سراغ آنها آمدند. ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكیر. سپس کسانی که کفر ورزیدند فرو گرفتم، پس بنگر مجازات من چگونه بود. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. آیا ندیدی همانا خداوند از آسمان آبی نازل کرد که به وسیله آن میوه‌هایی با رنگ‌های گوناگون از زمین بیرون آوردیم و از کوه‌ها نیز راه‌هایی به رنگ سفید و سرخ رنگارنگ و به غایت سیاه پدید آوردیم. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. و همچنین از مردم و جنبندگان و چهار پایان با رنگ‌های مختلف پدید آوردیم. جز این نیست که از میان بندگان خدا دانایان از او می‌ترسند. بی تردید خداوند پیروزمند آمرزنده است. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بیگمان کسانی که کلام خدا را تلاوت می کنند و نماز را برپا می دارند و از آنچه روزیشان دادیم پنهان و آشکار انفاق می کنند، به تجارتی پرسود که هرگز زیان و کساد ندارد امید دارند. لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله انه غفور شکور. تا خداوند پاداش آنها را به تمامی بدهد و از فضل خود بر آنها بیفزاید. بیگمان او آمرزنده سپاسگزار است. والذی اوحینا الیک من الكتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیه إن الله بعباده لخبیر بصیر. و ای پیامبر، آنچه از این کتاب به تو وحی کردیم حق است که تصدیق کننده آنچه پیش از آن است. یقینا خداوند به حال بندگانش آگاه بیناست. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. سپس این کتاب را به کسانی از بندگانمان که برگزیده بودیم به میراث دادیم. پس برخی از آنان بر خود ستم کردند و برخی از آنان میان رو بودند
و برخی از آنان به فرمان خدا در نیکی ها پیش تازند. این همان فضل و بخشایش بزرگی است. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. پاداش آنها باغ‌های جاویدان بهشتی است که به آن وارد می‌شوند. در آنجا به دستبندهایی از طلا و مروارید آراسته می‌گردند و لباسهایشان در آنجا حریر است. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. و گویند حمد و ستایش مخصوص خداوند است که اندوه را از ما دور کرد. یقینا پروردگار ما آمرزنده سپاسگزار است. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. همان کسی که از فضل خیش ما را در این سرای اقامت جای داد که در آنجا هیچ رنجی به ما نمی رسد و در آنجا هیچ خستگی به ما نمی رسد. والذین کفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. و کسانی که کافر شدند برای آنها آتش جهنم است، نه فرمان مرگ بر آن صادر شود تا بمیرند و راحت گردند و نه چیزی از عذابش از آنها کاسته شود. این گونه هر ناسپاسی را کیفر می‌دهیم. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. و آنها در آن آتش فریاد میزنند پروردگارا ما را بیرون آر تا عمل صالحی انجام دهیم غیر از آنچه انجام میدادیم. آیا آنقدر شما را عمر ندادیم که پند گیرندگان در آن پند گیرند و هشدار دهنده نیز به سراغ شما آمد؟ پس طعم عذاب را بچشید که برای ستمکاران هیچ یاوری نیست. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. بیگمان خداوند دانای نهان آسمان ها و زمین است و همانا او به آنچه در درون سینه هاست داناست. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. او کسی است که شما را در زمین جانشینان پیشینیان قرار داد. پس هر کس که کافر شود او به زیان خودش خواهد بود و کافران را کفرشان جز خشم و دشمنی در نزد پروردگارشان چیزی نمی افزاید و نیز کافران را کفرشان جز زیان چیزی نمی افزاید. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من
دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. ای پیامبر، بگو آیا معبودانتان که به جای خدا می‌خوانید دیده اید؟ به من نشان دهید چه چیزی از زمین را آفریده اند، یا اینکه در آفرینش آسمانها شرکتی دارند، یا به آنها کتابی داده ایم که آنها دلیلی از آن برای شرک خود دارند؟ نه، هیچ یک از اینها نیست، بلکه ستمکاران جز فریب به یکدیگر وعده‌ای نمی‌دهند. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حلیما غفورا. بی تردید خداوند آسمانها و زمین را نگه می دارد از آنکه از نظام خود منحرف شوند، و اگر منحرف گردند کسی جز او نمی تواند آنها را نگه دارد. بیگمان او بردبار آمرزنده است. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. و کفار قریش با محکمترین سوگندهایشان و با نهایت تأکید به خدا سوگند یاد کردند که اگر هشدار دهنده ای برای آنان بیاید از هدایت یافته ترین امتها خواهند بود. پس چون پیامبر هشدار دهنده ای بر آنان آمد، جز فرار و نفرت از حق چیزی بر آنان نیفزود. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحویلا. اینها به خاطر استکبار در زمین و نیرنگ‌های بدشان بود و نیرنگ‌های بد جز دامنگیر صاحبانش نمی‌گردد. آنگاه آیا آنان چیزی جز سنت و شیوه خدا با پیشینیان را انتظار دارند؟ پس هرگز برای سنت و شیوه خداوند دگرگونی نمی‌یابی. اولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان علیما قدیرا. آیا آنها در زمین نگشته اند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بود، در حالی که آنان از اینان نیرومندتر بودند؟ و هیچ چیزی در آسمانها و زمین نیست که خدا را ناتوان سازد. بیگمان او دانای تواناست. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى
فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصیرا. و اگر خداوند مردم را به سبب آنچه که انجام داده اند مجازات کند، هیچ جنبنده ای را بر روی آن باقی نخواهد گذاشت، ولیکن آنها را تا زمانی معین به تأخیر می اندازد. پس هنگامی که اجل آنها فرا رسد، یقینا خداوند به بندگانش بیناست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. یاسین. یا سین. والقرآن الحکیم. سوگند به قرآن حکیم. انک لمن المرسلین. که تو قطعا از پیامبران ما هستی. علی صراط مستقیم. بر راه راست قرار داری. تنزیل العزیز الرحیم. این قرآن فرو فرستاده خداوند پیروزمند و مهربان است. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. تا گروهی را هشدار دهی که نیاکانشان هشدار نیافته اند، پس آنان غافلند. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. به راستی فرمان الهی بر بیشتر آنان تحقق یافته است، پس آنان ایمان نمی آورند. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. بیگمان ما در گردنهای آنان قلهایی قرار دادیم، پس آن قلها تا چانه هاست، لذا سرهایشان را بالا نگاه داشته است. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. و پیش روی آنان سدی و از پشت سرشان نیز سدی قرار دادیم، آنگاه دیدگان آنان را پوشاندیم، لذا آنان نمی بینند. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ای پیامبر، بر آنان یکسان است چه آنها را هشدار دهی و یا هشدارشان ندهی، ایمان نمی آورند. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة و اجر کریم. ای پیامبر، تو تنها کسی را هشدار می دهی که از این پند پیروی کند و در نهان از خدای رحمان بترسد، پس او را به آمرزش و پاداشی گرامی بشارت ده. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. یقینا ماییم که مردگان را زنده می کنیم و آنچه را از اعمال نیک و بد که از پیش فرستاده اند و آثار و گامهایشان را می نویسیم
و همه چیز را در کتاب روشنگر شمار کرده ایم. واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون. و ای پیامبر برای آنها مثال و داستان مردم آن قریه را بزن چون رسولان ما بدانجا آمدند. اذ ارسلنا الیهم اثنین فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. آنگاه که 2 نفر از رسولان را به سوی آنها فرستادیم پس آنان را تکذیب کردند. سپس با فرستادن سومی آن 2 را تقویت کردیم. پس گفتند همانا ما به سوی شما فرستاده شده ایم. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. آنها در پاسخ گفتند شما جز بشری همانند ما نیستید و خداوند رحمان چیزی را نازل نکرده است، شما فقط دروغ میگویید. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. پیامبران گفتند پروردگار ما میداند که ما قطعاً به سوی شما فرستاده شده ایم. وما علينا إلا البلاغ المبين. و بر عهده ما جز رساندن پیام آشکار نیست. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. آنها گفتند بیگمان ما شما را به فال بد گرفته ایم. اگر دست بر ندارید البته سنگسارتان خواهیم کرد و از سوی ما عذاب و شکنجه دردناکی به شما خواهد رسید. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. پیامبران گفتند شومی و فال بدتان با خود شماست. اگر به شما پند داده شود چنین میگویید و به فال بد میگیرید، بلکه حقیقت این است که شما مردمی اسرافکار هستید. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. و مرد مؤمنی از دورترین نقطه شهر شتابان آمد و خطاب به مردم گفت ای قوم من پیامبران خدا را پیروی کنید. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. کسانی را پیروی کنید که از شما مزدی طلب نمی کنند و خودشان هدایت یافته اند. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. و چه شده است مرا که پرستش نکنم کسی را که مرا آفریده است، همه به سوی او بازگردانده می شوید. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون.
آیا غیر از او معبودهایی را برگزینم که اگر خداوند رحمان بخواهد به من زیانی برساند شفاعت آنها چیزی را از من دفع نمی کند و مرا نجات نخواهند داد؟ اینی اذا لفی ضلال مبین. اگر چنین کنم یقینا آنگاه من در گمراهی آشکاری خواهم بود. اینی آمنت بربکم فاسمعون. من به پروردگارتان ایمان آورده ام، پس سخنان مرا بشنوید. قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون. پس او را شهید کردند، به او گفته شد وارد بهشت شو. گفت ای کاش قوم من میدانستند. بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. که پروردگارم مرا آمرزیده و از گرامی شدگان قرار داده است.